طالب و گروه های توریستی جهانی دو روی یک سکه هستند. حضور چهره‌های سیاسی کشور در مورد آینده افغانستان در گفتمان در عراق. عطا محمد نور میگوید که روابط طالبان با گروه‌های تروریستی منطقه و جهان مستحکم است. دردسر طالبان پس از بدخشان در نورستان. ولسوالی‌های مندل و دواب از کنترل طالبان خارج شد. حمایت زنان افغانستان از اعتراضات ایران. شمار از زنان در تجمعی در مقابل سفارت تهران در کابل گفتند که زنان ایران و افغانستان اسارت نمیپذیرند. ادامه روند انتقال افغانها به کشورهای مقصد. وزیر مهاجرت کانادا میگوید که 300 شهروند افغانستان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند. ارائه آموزش آنلاین پاکستان به زنان افغانستان. رئیس جمهور پاکستان میگوید که بسته‌های آموزشی ما دختران افغان را از حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها بی‌نیاز می‌کند. خواست پکن در مورد همکاری جهان بر تشکیل دولت همشمول در افغانستان. وزارت خارجه چین گفت که جامعه جهانی به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک کند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. عطا محمد نور، محمد محقق، رحمت الله یارمل، عبدالله قرلق امروز پنجشنبه 7 میزان در نشست بنیاد رافضین الاحوار در بغداد پایتخت عراق شرکت و در مورد آینده افغانستان صحبت کردند. آنها در این نشست از جامعه جهانی خواستند که رژیم طالبان را به دلیل ارتکاب جنایات به رسمیت نشناسند. عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، در این نشست تشکیل اتحاد برای مبارزه با تروریسم در جهان را ضروری خواند. او در نشست مرکز گفتگوی رافضین در نجف گفت که با وجود تهدیدات موجود ضروری می‌داند که کشورهای مسلمان اتحاد بزرگ تشکیل دهند و علیه تروریسم در جهان مبارزه کنند. آقای نور همچنان افزود که روابط طالبان با گروه‌های تروریستی منطقه و جهان مستحکم است و هیچ تغییری در رویکرد طالبان نیامده است. طالبان در حال حاضر با تمامی گروه‌های تروریستی جهانی و منطقه‌ای، هم با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و هم با گروه‌های تروریستی جهانی خیلی محکم و استوار است. هیچ نوع قصاص و تغییری نه به خود طالبان آمده نه به فعالیت‌های تروریستی. نه، طالب و گروه‌های تروریستی جهانی دو روی یک سکه هستند. این در حال است که کشورهای همسایه و جهان در روزهای اخیر بیشتر از پیش نگرانیشان را از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان بیان کردند. منابع محلی با آماج نیوز میگویند که پس از اعتراض و خشم مردم ولسوالی مندل و دواب نورستان، افراد طالبان از این ولسوالی ها فرار کردند. منابع گفتند مردم ولسوالی مندل و دواب در واکنش به کشته شدن بهرام‌الدین نورستانی، فرمانده پیشین ولسوالی مندل، دست به اعتراض زدند. روز گذشته منابع محلی با آماج نیوز گفتند که بهرام‌الدین نورستانی، فرمانده پیشین ولسوالی مندل نورستان، زیر شکنجه طالبان در زندان لغمان جان باخته است. به گفته منابع، طالبان او را برای مشورت درباره آغاز کار جاده نورستان لغمان خواسته بودند، اما سپس زندانی و به قتل رساندند. بهرام‌الدین نورستانی یکی از افراد بانفوذ در ولسوالی مندل بود. به گفته منابع، بعد از قتل و انتقال جسد بهرام‌الدین نورستانی، مردم ولسوالی مندل روز چهارشنبه سلاح به دست گرفتند و از طالبان خواستند که عاملان قتل این فرمانده پیشین را به آنها تحویل دهند. منابع میگویند که به دلیل خشم مردم، ولسوال طالبان و فرمانده پلیس این گروه که در لغمان بودند به مرکز ولسوالی برنگشتند و دیگر افراد طالبان نیز ساختمان ولسوالی مندل را ترک کرده و از منطقه فرار کردند. نزدیکان نظامی پیشین میگویند که طالبان او را به بهانه تحقیق به شدت در زندان شکنجه و لطکوب کردند. در تصویرهای نشر شده از این فرمانده نظامی آثار لطکوب در بدنش نیز دیده می شود. شمار از زنان افغانستان با تجمع در مقابل سفارت ایران در کابل به کشته شدن مهسا امینی واکنش نشان دادند و حمایت خود را از خیزش سراسری مردم ایران اعلام کردند. بر روی پلاکاردهایی که این زنان در دست داشتند نوشته شده: زن، زندگی، آزادی. زنان ایران و افغانستان اسارت نمیپذیرند. این زنان که در حاکمیت طالبان بیش از هر کشور با محدودیت‌های شدید روبرو هستند، روز پنجشنبه به کشته شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد پلیس مذهبی جمهوری اسلامی ایران واکنش
واکنش نشان دادند و شعار دادند ایران برخاست، حالا نوبت ماست. در یک سال گذشته شمار زیاد از زنان علیه سیاست‌های طالبان در کابل و دیگر ولایات دست به تظاهرات زدند. تظاهرات زنان افغانستان همانند آنچه حالا در ایران رخ می‌دهد با سرکوب همراه بوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای طالبان با شلیک هوایی تجمع زنان افغانستان در مقابل سفارت ایران را متفرق کردند. در طی ماه‌های گذشته تصاویر زیاد از تیراندازی طالبان و سرکوب این تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. طالبان در افغانستان حجاب اجباری را اعمال کردند و افراد این گروه حتی در ورودی دانشگاه‌ها مانع ورود زنان می‌شوند که حجابشان به خواست آنها نباشد. با قتل مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران به اتهام نداشتن حجاب، زنان افغانستان همبستگی خود را به زنان این کشور هم نشان دادند. آنها در روزهای گذشته با انتشار ویدیوهای به صورت انفرادی به حجاب اجباری نگفتند. گزارش‌ها از ایران نیز حاکی است که با گذشت 13 روز اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد. طبق گزارش‌ها بیش از 50 نفر در این اعتراضات توسط پلیس جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. وزیر مهاجرت کانادا میگوید که 300 پناهجوی افغان در یک پرواز ویژه روز چهارشنبه از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند. شان فریزر در توییت نوشت که تاکنون 20350 شهروند افغانستان به کانادا انتقال یافتند. با سقوط کابل، کانادا اعلام کرد که 40000 افغان را میپذیرد. در هفته‌های اخیر کانادا در چند پرواز ویژه صدها پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور انتقال داده است. پس از انتقادها از روند کند انتقال پناهجویان افغان، اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که این روند را سرعت می‌بخشد. پس از سقوط کابل به دست طالبان، شمار زیاد مجبور به ترک افغانستان شدند. صدها افغان هم اکنون در کشورهای دومی منتظر انتقال به کشورهای اروپایی و کانادا هستند. کانادا سال قبل با سقوط حکومت پیشین اعلام کرد که 40000 شهروند در معرض خطر از افغانستان را می‌پذیرد. رئیس جمهور پاکستان خواستار ارسال بسته‌های آموزشی دانشگاه علامه اقبال لاهوری به دختران افغان شده تا به گفته او از تحصیلات با کیفیت مستفید شوند. دیلی تایمز روز پنجشنبه 7 میزان گزارش داده است که عارف علوی رئیس جمهور پاکستان این مطلب را در دیدار با سفیر جدید این کشور برای افغانستان بیان کرده است. رئیس جمهور پاکستان گفته که بسته‌های آموزشی دانشگاه علامه اقبال لاهوری دختران و پسران افغانستان را از حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها بی‌نیاز می‌کند. رئیس جمهور پاکستان همچنین برای ایجاد و تنظیم بازارچه‌های مرزی برای تسریع مبادلات کالاها به ویژه اقلام فاسد شدنی تاکید کرده است. رئیس جمهور پاکستان در حال از ارسال بسته‌های آموزشی به دختران افغان سخن می‌زند که به تازگی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان آموزش علوم عصری را مباح خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته در یک نشست خبری گفت که زندگی در افغانستان سخت است. تهدیدات تروریستی همچنان وجود دارد و کارهای زیاد باید انجام شود تا وضعیت در این کشور بهبود یابد. وانگ ونبین گفت که جامعه جهانی باید وارد عمل شود و به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک کند. آقای ونبین که کشورش روابط نزدیک با طالبان دارد، خواهان تعامل جهان با طالبان نیست شد. پیشتر کنگ شوانگ معاون نماینده چین در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت این سازمان گفته بود که جامعه جهانی باید به صورت عملی با طالبان وارد تعامل شود و به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر و متعادل کمک کند. برغم این اظهارات، طالبان مدعی هستند که حکومت فراگیر دارند و از همه اقوام افغانستان نمایندگی می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی از طالبان خواستند با برگزاری لوی جرگه زمینه یک گفتگوی ملی را فراهم کنند. روز گذشته چهارشنبه 6 میزان تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز در نشست در مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا در واشنگتن بر شکلگیری یک روند سیاسی و شروع گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد و افزود که گفتگوها باید در سطح صورت بگیرد که نمایندگان همه مردم افغانستان در آن حضور داشته باشند. نماینده ویژه آمریکا که در یک سال گذشته با مقام‌های طالبان و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان دیدارهای داشته، پیش بینی کرد که شاید جنگ‌های داخلی افغانستان دوباره شعله‌ور شود. با این حال آقای وست گفت که افغان‌ها نباید به جامعه جهانی امیدوار باشند و خود باید راهشان را پیدا کنند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین نظر متفاوتی دارد. وانگ ونبین میگوید جامعه جهانی باید با تعامل با دولت موقت افغانستان، افزایش کمک‌های بشردوستانه، تشویق و حمایت از تلاش‌های افغانستان برای ایجاد یک دولت فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل و محتاطانه، تقویت روابط دوستانه با همسایگان خود و حمایت از دولت موقت افغانستان ادامه دهد. چین همچنین بر این باور است که نباید از تحریم‌ها به عنوان ابزار برای فشار بر طالبان استفاده شود.